ду заминларзаи маргбори рӯзи душанбе вилояти Идлиби таҳти назорати шӯришиёни Сурияро дар марзи Туркия вайрон кард. аммо дар байни ин ҳама маргумир ва шикастурехтҳо ҳодисаҳои мӯъҷизаноки наҷоти сокинониш ҷой доранд. زمین در زیر پایمان کفید و ما از داخل بینا افتادیم. احساس مثل این بود که در لیفت قرار داریم و با شست به پایان می‌فراییم. بعد این شیفت و دیوارهای خانه به بالایمان افتاد. مدو و اهل خانواده او از جانب نیروهای مدافع شهروندی با نام کلاه سفید نجات یافتند. مدو با دخترش مجروح شد اما پسرش به هلاکت رسید. مقیاس بزرگ خرابی‌ها و هم هوای سرد زمستانی کار گروه نجات بخشان را مشکل کرده است. ما برای از زیر خرابه ها بیرون برآوردن مجروحان و هلاک شده ها تلاش زیاد به خرج دادیم. صرف نظر از سردی ها و نارسایی هوا در بناهای خراب شده ما به کار خود ادامه می دهیم. در دوام 36 ساعتی گذشته ما از زیر خرابه ها بیرون برآوردن آدمان را بس نکردیم. заминларзаҳои даҳшатбор қисми зиёди зербинои беин ҳам дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ каму зарардидаро вайрон карданд. این یک حالت سردرگمی است. بناها خراب شده و مردم ناتوان ماندند. آنها چیکار کردن خود را نمیدانند. تا کنون یگان کمک نرسیده است. این خیلی مهم است. به ادلیب کمک وارد نشده است و مردم نمیدانند که آیا یگان یاری می شود یا نه. ما واقعا هم در حالت ناگوار هستیم. به همه چیز نیاز داریم. در حالی که گذرگاه‌های مرزی با ترکیه بازند، بسیاری از راه‌هایی که به مرز میبرند بر اثر زمین‌لرزه‌های خرابی‌آور آسیب جدی دیدند. هنوز معلوم نیست که به ادلیب کی کمک میرسد. همه همسایگانم به هلاکت رسیدند. با وجود آنکه پسرم هلاک شده است، من در بر عائله‌ام هستم. این یک نعمت خداست که من زنده و با اهل عائله‌ام میباشم. در حالی که ادلیب تا هنوز انتظار کمک‌های بین‌المللی است، به این منطقه آفت‌زده که تا حال بیش از 10 سال جنگ را پس سر کرده است، خطر بیماری، سردی و گرسنگی تهدید می‌کند.